سال تحویل بعضی موقع اول فروردینه و بعضی موقع مثل امسال آخرین روز اسفنده، ولی تقویم موقع سال تحویل عوض نمیشه. 12 شب آخرین روز اسفند عوض میشه. پس سال تحویل چیه که اینقدر ما دقیق جشنش میگیریم؟ خب زمین دور خورشید میچرخه، ولی توی مسیر دایره‌ای نمیچرخه. توی مسیر بیضی دور خورشید میچرخه. خورشید هم وسط بیضی نیست. توی یکی از کانون‌های این بیضه قرار داره. زمین دور یه محوری که از قطب جنوب به شمال میره میچرخه که وسطش میشه خط استوا. این محور نسبت به مسیر گردش زمین به دور خورشید 23 درجه و خورده‌ای منحرف شده. حالا این خطی هم که اینجا میکشم مرکز زمین رو به مرکز خورشید وصل میکنه. موقعی که زمین رو دوبال کنیم یک لحظه هست که این خط استوا رو قطع میکنه. این به چه معنیه؟ یعنی اینکه اگه زمین رو از روی خط استوا با یه صفحه فرضی ببریم، این صفحه خورشید رو هم از وسط میبره. این لحظه اعتدال بهاری هست یا همون سال تحویل خودمون. در ادامه مسیر هم تابش خورشید به بالاترین مدار خودش میرسه که میشه لحظه انقلاب تابستونی، جایی که شروع تابستون هست. در روزهای بعد زاویه تابش خورشید شروع به پایین اومدن میکنه و یک بار دیگه خط استوا رو قطع میکنه که میشه لحظه اعتدال پاییزی. وقتی هم که خورشید زیر خط استوا میره و به پایین ترین مدار خودش میرسه میشه انقلاب زمستانی. ما توی ایران این لحظه‌های نجومی رو جشن میگیریم. جشن نوروز، جشن چله تابستون، جشن مهرگان و شب یلدا. اگه امسال این لحظه رو میخواید دقیق دنبال کنید، این لیستشه.